سلام به روی ماه آقا مصطفی گل. سلام. چطوری؟ خوبی آقا؟ ممنون. آقا کو نمیخوان نهار بخورم؟ بابا سر کاره. صدای تو بود؟ چرا باباته؟ خوبی خودت؟ مرتضی چطوره؟ خوبه. مامان چطوره؟ همه خوبه. مامان بگو بیاد من یه چیزی بهش نشون بدم ببینم. بابات دیروز میگفت که این زباله رو آوردی یه مقدار چکه کرده. بیاد ببینم یه دقیقه بیاد بره. خب مصطفی مدرسه چطوره؟ نه اصلا میریم. میری؟ خب خدا رو شکر. 3 روز دیگه هم میریم بعد دیگه امتحان میکنیم. مثلا تو چشم هم میزنی امتحانات میاد. اصلا برای ما اینجوری ولی برای بچه ها سخت بگم. خب خدا رو شکر. خدا رو شکر. بابا سر کاره؟ این بنده خودم با طرف لرزی نمیاد و زندگی درست کرده. کلی زحمت میکشه. سلام حال شما خوبه؟ صبحتون بخیر باشه. خیلی ممنون. دیروز حسین آقا رو من تو کوچه دیدم. حتما تعریف کرده نکرده؟ آره. گواه کاملا این چکه این کیسه ای که میاری گاهی مثلا میچکه روی این پله مثلا میگم باش. بعد الان اومدم اون بالا که شما که دست نمیزنی که اون بالا رو بالا نمیری که اینم که تی هم که نمیکشی من میکشم. البته مهم نیست چون میدونم شما یه مقدار به هر حال نمیتونی سخته براتون ولی در کل اون روز که شما رفتین شهرستان کاشان صفا کردید من اینجا رو همه رو نه یعنی متوجه شدید که اینجا روشن شده رنگ سنگاش اون چارچوب درتون من تمام اینا رو با وایتکس و تایت کشیدم نگفتم همسایه من نمیدونم نگفتم ما رو افغانستان هستم با اینا اینجوری همه رو من کشیدم این جا کفشی رو همه رو به جون خودم